به خواستی تو شود. به ثابت سلامم را رسانید. ایستا، نپران. نشنیدی چی گفتم؟ نپران، می توانیم مصلحت کنیم. من نیک را با تو میارم، با عوضش ثابت را میگیرم. کمی باید فکر کنم. یگید با این آدمای پس سخن حیف است، فایده ندارد. راضی هستی پسرگار؟ هنوز نه یگید. فکر میکنم با تو گفت و شنید نکرده فایدم بیشتر میرسد. فهمیدم. پس ثابت را آزاد کن و مرا بگیر. دادا کاستا رو به پارتوفکا پارتوفته است. بسیار کاری خوب کردم. دخترم در حقیقت پارتوفتی نوارو؟ نه پارتوفت البته در اینجاست. او چه برای چی گفته؟ خدایا نوربانو، گیر نوارد در اینجا است. چند مرتبه به شما گفتم جنجال نکنیده، لیکن از حد میگذراند. دادا ثبتای اون را به شما نشان دیم؟ مونده شدم، کمی دم گیرم. دادا همگی 2 دقیقه است، از اولش میمونم. تماشا کنید. الپری مایلش نشان ده نباشد. تو هم به مانند مادرت یک رو هستی. خدایا توبه. وای این چی است؟ من این حساب نکردم. انا این گفت شنیدمان معقول شد یگید. یعنی بجای ثابت تو را من نیکت را ساق و سلامت میارم، تو هم با یک تارموی ثابت آسیب نمیرسانی. چی و چقدر بودنش را من قرار میدهم. دادا نگاه کنید، من در یاد ندارم این ثبت رو. این چی است؟ از کجا برآمد؟ این سلیم است. وای حمد وقت. وای پسرم تو این راست کجا یافتی؟ به خدا نمیدونم دادا، در درونش بود. آتیف البته تعمیر میکرد، یعنی همان وقت کامیر کشاده مونده است. نجیب گبزن چی شد؟ دادا چی رو نگاه میکنید؟ بلیت بازگشت رو نگاه میکنم دخترم. چی گفته دادا؟ افسوسی رقمی 25 R42 17 زود به طرف راست گرفته نگاه دار. افسوسی رقمی 25 R42 17 زود به طرف راست گرفته نگاه دار. نجیب نگاه کن، اتوبوس رو من میکنم. یا خدا اینها کی باشن؟ آدمانی ما نیستن. با جای دل خواهد در وقتی خواسته‌ات می آیم. نشانی را گبزن. اول تلفن را به من نگده، میخواهم صدایش را شنوم. لبای تشکر، خوبم. برای آنچه را میدونم بعد از نیم ساعت میلش فهمیدم. چی میگوید؟ بعد از نیم ساعت ما را از گردش عمرانی میگیرد. اکنون دستهایم را میکشید. فهمیدم. خیری ما میرویم. شما با این هری چه بار میکنید؟ اکا اونها آخر یگان کار میکنند. دادا جان چی گپ شد؟ ببخشید شما را از راه باز داشتیم.
ягон чизи бад нашудааст. ғам нахӯред. танҳо дар автобус Наҷиб Илмаз ҳаст ё не фаҳмидан мехоҳем. Наҷиб Илмаз агар бошад, илтимос барояд. ака илтимос наравед. нигоҳ кунед, маълум аст ки ин дом аст. ин беномусон шуморо мепаронанд ака. албатта ин дом аст хари. албатта ман дилу нияти ин разилонро медонам. аз пуш парондан хоси ин номардон аст. аниқ дом гузоштаанд. рост, акнун чикор мекунем? ака боз ба сари шумо чизе омад. زیبت خیری با خدا زیبت خیری خیری عضو کمیسیون کنین را ده با خدا زیبت خیری با تو واقعا هم میزیبد همه خیل یکی واز کنی نام می شود سردار. راستی گپ به یکیت باوری ندارم. این خیل باشد یک تحفه تیار کنیم. چی گفتید؟ агар дар байни шумо Наҷиб Илмаз бошад, барояд. вагарна ҳуҷҷатҳоятонро тафтиш мекунам. Наҷиб Илмаз касе боши, илтимос баро. фарз кардем дар инҷост. кӣ мепурсад? шумоед? бале. бо мо меравед. сабабаш чист? як нафар бо шумо вохӯрдан мехоҳад. ӯ кист? як шахси муҳим. наҷиб чӣ шуд? чӣ мехоҳанд? биё меравем. зана кун. бачаҳо, либосаятонро гиред. ба куҷо дада? савол надиҳед. даъват аз ҷои калон аст. борҳоятонро бачаҳо мегиранд. бароед. биёед бачаҳо, рафтем. чӣ гап шудааст наҷиб? ин одамҳо кистанд? шӯхӣ мекунӣ? ба худо вақте ки равем мебинем. шӯхӣ аст ё ҷиддӣ? марҳамат оғои Наҷиб. биёед бачаҳо, рафтем. چی خیل شدم؟ در پهلویتان کایا مینیک 2010. آفرین آفرین. چی خیل شد؟ به تو مانند شد؟
اما کاری کردهتون عیب نیست مگر آقای گیت؟ نه. برای چه عیب بوده است؟ برای چه؟ برای چه عیب بوده است؟ این همه جنایت های رزیلانه شما مگر عیب نیست؟ خیری لبای سلاح را گیر. این را چیکار میکنید؟ این را همراه میگیریم. پیسگار صدای او را شنیدن میخواهد. بله. دادا چی واقعا شد؟ التماس گپ زنید. دادا جان من ازت زیاد میترسم. بپرو باش پسرم. با سردار گوید که ما نجیب رو گرفته آمده ایستادیم. به جای واخوری روید. یگید را و کایمینیک را گرفته بیارید. از یگان چه شبه کردید حتما پرانید. سگی پلید، حریفی به ناموس. شما با یگید یگان کار کردن نمیتوانید. آدمایت را ریزه ریزه کرده به تو روان میکند. فهمیدید؟ بهترش نروید. نباشد لغمه ای. یگید شما او را نگاه نکنید و چی گفتنش را نمیداند. مرکزی هیای غفار و کان. دادا ما در اینجا چیکار میکنه؟ کمی صبر کن پسرم. حاضر میفهمیم. سردار در همین جا است؟ بله در همین جاست. مرحمت. نجیب گفته‌ات راست است. به فکر محافظ ها. من هم همین فکر میکنم. خودم را از دست میدهم به خدا. آرام شو زنک. مرحمت به این طرف. میبخشید موافق خانم شما را باید کابم. خانم؟ مرحمت. مرحمت. گذر زنک. بسیاری از شما در خدمت وطن و ملت قهرمانی ها نشان داده اید. بسیاری از همسفان شما شهید شدند. قهرمان و شهیدان در نزد خدا و هم در نزد مردم مقامی بلند دارند. کسانی که در این راه قربان شدند جایشان جنت باد. برای همین به شما تشکر میگویم. برای یاری و دستگیری این مرکز را گشادیم. البته این کافی نیست، لیکن باز هم بیشتر کوشش میکنیم. من به این کفیلم. باید بدانید که دری ما برای شما همیشه گشاده است. نجیب سردار آمده است. تشکر. بچه این سروزیر است. لیکن این کار رواست مگر؟ دیگر لباس یگان کس نبود که پوشم. لباس کی را میخواستی خیره؟ نقشت را اجرا کن. به خاطر ثابت میکنیم. اکا جان آخر این لباس رو در ایدی اجینه ها نمیپوشند مگر؟ نگاه کنید. کوبینم. خیره اینطور نگو. به خدا که به تو زبیده است. دیه؟ خیری مینیک.
خیری وعده میدیم که 23 اپریل در روز عید کودکان تو را با کرسی سروزیر میشنانم. شما شوخی کردن گیرید. شوخی بس، به جای واخوری نزدیک شدیم. باید نفهمند. وقتی که بار اول میبینم احتیاط باش. باز آشکار نکنی. نه خاطر نشوی. اکا با فکر می آیند. آنهایند؟ بله می آیند. جناب یکیت می آید. مایلاش کایا مینیک رو محافظت کنید. پس آن یگید را گرفته به اینجا بیارید. اطاعت جنابم. از ماشین فرا دستانت را بردار. اوه شکر مرا از این دیوانه خلاص کردید. اینجا بیا لعنتی. این در حقیقت که مینیک است. به نظرم کیمچیکل می نماید. این آدم مانند است. باز نمیدانم. خود بی خودش. چی نگاه دارید؟ دستانم را کشوی. کلید در دست تو است. کلید را گیر. کلید در دست تو است. ده آن را. چیکار میکنی اکنون؟ چیکار میکنی؟ گیرید رو بره تا مردنش زنید. جواب آن کارهایت رو میدهی. دانسته باش خیری، من به تو نشان میدم. تو حالا مرا نمیدانی. خوش آمدید سردار نجیب. خوش باشد محترم سروزیر. راستی من چی گفتنم را نمیدانم. بار اول من در این وضعیت هستم. بار اول شما باور کنید. این چی گپ است سردار نجیب؟ اساسا شما خوش آمدید. شما در حقیقت سربازیر هستید. پاپا قربونو این خیلی میگویم مگر؟ ببخشید دخترم کمی در هیجان است. ما هم راستی در هیجانیم. خواهش میکنم. با قهرمانان وطن واخوردن هیجان آور است. استغفر الله محترم. گوش کنید بچه ها، شما را با سردار نجیبی که جانش را روی کف گذاشته برای وطن خدمت میکند شناس میکنم. نجیب یلمز شناس شوید. استغفر الله محترم. ما تنها وظیفه امان را اجرا میکنیم. درست. از کارهای کرده اتان خبر دارم سردار نجیب. راستی خبر آخر ما را حیران کرد. چرا استعفا دادید؟ گیرم ما کمی کنارتر میایستیم. ببخشید شما را اذیت دادم. مسئله خیلی مهم است. اگر استعفا اختیاری باشد چیزی گفته نمیتوانم، ولی مجبور کرده باشند به من دخل دارد. جنابم میگید وکای مینیک را گرفتیم. من از شما میاییم. بیایید رویم. باز چرا انتظاریم؟ چرا؟ آنها را با ماشین بر. اکا مرا نکشید. التماس ببخشید مرا. لعنتی کی به تو گپ زدن را اجازه داد؟ نادرست فهمیدید اکا. اکا ببخشید خطا کردم اکا. برا راگرد لعنتی هنوز تمام نشده است. با کجا می رویم؟ راگرد گفتم گم نزن. اینها به مثل فیته ویرانه به هم چسبیدند خیری. التماس مرا اذیت ندهید. حشرات ضرررسان باید نابود شود. این را نمیدانستی مگر کیمینیک؟ خیری اینها را با ماشین سوار کن. خونه که یخ کردم. من ماشین را نابود میکنم.
راه گردید. زود. یک لحظه با من بیا، با تو گپ دارم. بفرمایید. مرحمت گذارید. از کجا برآمد این استعفا؟ با من از دیگری دورا خبر دادن، لیکن از زبان خودت شنیدن میخوام. در وظیفه ما از کار و وظیفه گریختن هیچ کس نیت ندارد. تنها در یک عملیات موفق نشدیم. راستی گپ بیرون کرده شدیم. دیگر چاره نداشتیم محترم سروزیر. میدونید در شعبه کمک وظیفه ما رو در مبارزه با ترور دوام میدادیم. چند ماه باز ما این دعواها رو میبینیم. چی عذابها کشیده ای میدانم. هممان در همین احوالیم. در مسئله دعوا باشد چیزی مهم این است که ما به سود سندهای اساسناک پیشنهاد نماییم. مسئله را عدلیه حل و فصل می کند. این به مانند جراحی کردن است. باید احتیاط کنی. این کار تازگی می خواهد. همه چیز به هم پیوسته است. اگر ما در اینجا توپ را پخش کنیم صدایش به آسمان ها می رسد. همش به یک دیگر ارتباط دارد. این تل و تپه ها، این باغ و کشتارها، این وطن از ما محافظت می خواهد. این را نه هر کس تصور می کند. ما هم با همین فهم کار می کردیم، لیکن نگذاشتن محترم سروزیر. تهمت کردن و بالا این همه کمبودی ها باز دستگیری هم نیافتیم. سردار نجیب، این موضوع نازک است و مرض خیلی ریشه مانده است. چطوری گفتم از دیگر شعبه معلومات گرفتم. تهمتی که شما را کردن میدانم. حتی در قفای این که بودنش را میدانم. یعنی چی؟ وقتی که این را شنیدم زود کفت کردم. از دیگر شعبه معلومات خواستم. نگاه کن، این حجت ها برای من از شعبه تحلیلی رسید. این ادوکاتی است که چندین مراتب تعقیب کردند. در دعوای ارکن کندو آدمانی که گناهکار کرده شدند در کارهای بد دست داشتند. میفهمم. آلپرین، هر دویمان میفهمیم که این دروغ است. میخوام فهمی که در دستمان یگان حجت برای پیشنهاد کردن نباشد هم رفتنت را نمیخواهم. متخصصی مثل تو کار را پرتفته رود. آدمانی با ناموس در اندیشه میمانند. سببی تو را به اینجا دعوت کردنم همین است. وظیفت را نمیپرتایی برمیگردی. من به جایهای لازمی سپارش میدم. این مرافعه را نظارت میکنم. در این موضوع گپ تمام. گوش کنید سردار نجیب، در اینجا از شما دیده فکری همکارهایتان مهم است. در عرف و عادتهایمان فرمان آهن را میبرد میگویند محترم سروزیر. این جوانان را بینید. آنها مثل گلهای نوروستند. یکیش معیوب شده است، دیگرش نابینا. هزارها شهید شدند. نزد وطن و ملت و این بچه ها قرض داریم. میخواهید که صفشان زیاد شود و وطن و ملت خراب گردد؟ برای نگاه کردن جسارت ندارم. اکنون از تو همچون سروزیر نی و همچون یک شهروند خواهش میکنم که به وظیفت برگرد. من به وزیر و دیگر مقام ها گپ میزنم. مرافعه را نظارت میکنم. چه گفتی؟ در اینجا با طرفی راست میگردیم. پیکا زنگ میزند. اگر یگان اشتباهی کنی مغزی سرت را در ماشین پاش میدیم. فهمیدی؟ جواب ده. فهمیدم. در کجا هستید؟ در راه هستیم جنابم. آماده ایستاده ایم. یگید را گرفتید؟ بله گرفتیم. کایا مینیک احوالش خیلی خوب. تلفن را با او ده. پیکاس با کایا مینیک گپ زدن میخواهد. خواهی مایلش بده. چیز است مینیک؟ صدایت را شنیدن خیلی خوب است. تشکر جناب پیکاس. من بی صبرانه انتظارم تا بدی دارتون مشرف شد. برو بسیار انتظار نکن. خیلی نزدیک شدیم آقا. کمی پس به اونجا میرسیم. مایلش تا بازدید. مایلش.
بچه ها مینیگ را خلاص کردن. با همراهی گیت به اینجا می آیند. من فکر کردم که عقلی گیت نمی رسد. معلوم است که خطا کردیم. اینجا آیند هر دوشون را یک جای. خیلی وقتمون کم مانده ثابت. وقتی که یگید از این در میدر آید همش به آخر میرسد. خوش چی گفتی نجیب؟ بچه ها شما رو به اتوبوسی ارزروم سوار کنند یا اینکه به استانبول به وظیفه هاتون برمیگردید؟ محترم سروزیر، شما لطف کرده با من واخوردید. به این ناحقی اینقدر دقت دادید. اکنون به شما گپگردانی کردن نمی شود محترم سروزیر. یعنی؟ از همین روز در سر وظیفه هم هستم. تشکر سردار نجیب، تشکر. کل این وطن کار خیر میکنی. اوچه دادم با فکرم با وظیفه ازشون برمیگرده. خدایا انشالله. از پگاه تو را در سر وظیفه دیدن میخوام. محترم، مسئله دلیل حل حقوق را یافتیم. یعنی که دادستان و ما رو به سر وظیفه برگرداندید محترم سروزیر. چه خیل پیشروی؟ پیشروی همین که بعد از این حیات رو در بین انگشتا میگذرانیم. چه خیلی که گفتند پالیسی خوب بوده ای؟ من یگان کار نکردم. خدا یاری کرده است. خدا مددگارت باشد. تشکر. آماده هستی خیری؟ چی وای سردارم، آمادم، لیکن میگویم که من در اینجا ایستاده اینها رو نگاه کنم. که ها را خیری؟ کایا مینیک و آن وای آدم رو. کایا مینیک میلش، لیکن وایش خیلی بی‌طاقت است. حاضر چی خیل میتابد؟ حاضر بی‌ضرر میتابد. بله. از پسم بیا خیری. با من چی میشود؟ میخواهی به مانند او باشه؟ این خیل باشد جیمشین. مایش بعدم میدیم. محترم خانم، با شوهرتان این دولت افتخار دارد. به فکرم شما هم. تشکر محترم. همه همون با او میفخریم. خردکک تو کلان شوی که میشوی؟ مثل پدرم پلیس شده گناهکارا رو میدارم. آفرین به تو. معلومی شد پسر چگونه آدم هستی. آفرین آفرین. اکنون به من اجازت. برای دعوت را قبول کردن تشکر سردار نجیب. استغفرالله. محترم، شما اینقدر کار داشتید، باز لطف کردید. انشالله شما از ما راضی خواهید شد. خداحافظ بچه ها، خداحافظ. چی شد دادا؟ گپ زنه؟ اینقدر گپ زدید نجیب؟ برای چی به شما تشکر گفت دادا؟ با سوال و جواب سر شد. نجیب بی‌طاقت نکن آدمان رو گپ زن. حلقم خوش شد از هیجان. یک پیاله آب دهید، عقلم به جایش آید آخر. گپ زنه دادا؟ مرحمت. دادا او با من آفرین گفت. آماده شوید. به خانه برمیگردید. چی خیل نست، به خانه برمیگردید. آفرین چی خیل نست. بسیار پسندم. چرا ما رو آغوش میگیری؟ من آغوش نگرفتم، تو آغوش گرفتی. من یک فکر دارم. من با همراه مادرتون به خانه برمیگردیم. شما تا با یک نتیجه آمدن در اینجا میمانید. چه از فکر؟ خیلی بد. خیلی فکری بد. آماده شوید، میرویم زودتر. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب.
اینها کجا شدند؟ برای چی هنوز نآمدند؟ باز یک بار زنگ زن. این صدا از کجا می آید؟ این تلفن کیست؟ از کسی که از جواب دهید. زود پیسگار رو از اینجا برارید. این یکی تست. آتش کشاید پرانه. جناب از اینجا زود برایم، زودتر. تا اینها را نکشم به هیچ کجا نمیروم. انجامانمون هم رو میکشند. رفتیم زودتر پرانه رفتیم. دورا به نامت را کشید. ماشین من در کجا است؟ در اون طرف موند. چی کار میکنه؟ یکون چورش رو بیمازید. زود باشد. سلاحاتان را به زمین گذارید وگرنه میپرانم. شیر بچه میدونستم که میایی. نمیفهمید، با شما میگویم. مایلش آرام شو برادر، من سلاح را میپرتایم. بیاخری نکنی که چیکار میکنی؟ آرام باش. خسکم و جهان پاک. خوب هستی؟ خدا را شکر. تشکر. برای من شده جانت را به خطر گذاشتی. تو این را خطر میگویی ثابت؟ این بسا شبخاور است. آدم ها میگریزن. با من سلاح ده. ایستا زود از جایت نخیز. احوالات خوب نیست. خیری تا کی ثابت را نگاه کن، من زود میآیم. خوب شده سردارم، من همینجا. کشاده شو. پکاس، تو در اینجا چی کار میکنی؟ من رو در اینجا بستن. خوب که آمدید. اینها کجا گم شدند؟ تو برآمد رو نگاه کن زودتر. خوب شده است. یگید میآید. گاز را زیر کن. وای حریفی دیوانه از پشتمون میآید. خم شوید. سبیل مادت، تو از دست من خلاص نمیخوری پیکاس. گریختند. بله، شکر که تو با ما هستی ثابت. من از شما یک عمر قرض دارم. نمیارزه دکا، این وظیفه من است. خیر چی خیلی بودم. تو بسیار زور و ناترس هستی خیری. بسیار اصرار کرد که از پیش در آید. و زور داشتمش ثابت. میدانم او یک رو است. نمیارزه دکا. بیایید اکنون از اینجا میرویم زودتر. جناب، چخیل مرا در دست آن آدم ها گذاشتید. راضی نیستم. مینیک حاضر وقت این نیست. اگر منو میکشت برای این دعوا راضی بودی که کشند. لیکن من چقدر ترسیدم نمیدونید. حاضر تو را از ماشین میپرتایم. میبینی که تو همراهی کی هستی؟ خب کن. تماشابینان محترم، امکان به همایی دچار اغوا گردید. یک گروه اغواگران برای برهم دادن ساختار دموکراتی و برابر حقوقی ملی در استانبول اتوبوس شهری را آتش زدند. پلیس ها خیلی تدبیر جدی اندیشیدند و قوه‌های بیگانه را تعقیب نبودند که اغوای نو سر نزند. امروزها خدمات رانو این حجت‌ها را دیده برام مملکت چاره‌های ضروری را می‌اندیشند. درباره گروه تروریستان که میخواهند تبادلات دولتی کنند، خیلی معلومات‌های مهم است در این. چی گفتی؟ با تو گفتم نشنیدی؟ ببخش گوشم به دیگر چی بند بود. خوب هستی تو؟ خوبم. یوسف در کجاست؟ هنوز نامده است؟ روزنامه نگاری نو برآمد. از پشت یک خبر بوده است. کمی بد می آید. خدایا التماس به کمک کن. چی کار کردنم رو نمیدونم. نگاه کن با سرمون چی اومده است. ما رو پیش کردند. با چشمانمون نگاه کرده خداحافظ گفتند. مایدون با اینها موند. سرکمیسر سردار نجیب نمیرفت چون این نمیشود.
балки аз ҳама хубаш ин аст ту бо роҳи худат ман бо роҳи худам ҳардуямон якдигарро ранҷонда ин корро ба охир мерасонем. اینقدر آسان است یعنی؟ این خیلی باشد نرم. نمیتوانم. تو بیا. التماس با من خانه دار شو. اگر این انگشترین را قبول کنی از همه مرد خوشبخترین دنیا من میشوم. برای تو را از همه خوشبخترین زن کردن از اصلا چیزی که باید میکنم. با تو همه عشقم را دادم. اگر جانم را خواهی او را هم میدهم. باتیکرام اگر دوست نمی‌داشتیم اینقدر عذاب نمی‌کشیدیم. تو در حقیقت به گریسون میروی. فکر میکنم که تو هم میروی. ممدون کمی فکر کن. من در گریسون چی کار میکنم؟ در استانبول تولد شدم. در استانبول خوندم. یعنی با من نمیروی؟ رفتن نمیتوانم. با تو بودن هم نمیخواهم. خودت رو برای هیچ کس فدا نکن. حتی برای من هم فدا نکن. یعنی تو همینجا بود؟ اینقدر زود جدا میشویم؟ از دستمون چی میآید ممدون؟ بلکه از همه خوبش این است تو با راه خودت من با راه خودم یکدیگر اینقدر عذاب نداده این کارو به آخر میرسونیم. همینقدر آسان است یعنی؟ من خیلی باشد نرم. نمیتوانم. تو بیا. نمیتوانم. این خبر رو بهتر از در همین شماره چوب کنید. این خبر خیلی مهم است. میدونید چی من میروم. الا در همین صحیفه. چی گفتی نشنیدم. من میروم. مایل اشرف کی میویی؟ دیگر نمیایم. من میروم. کار رو میپرتویم. دیگر بر نمیگردم. تو چی ها میگویی رانو؟ چی ها میگویی خودت میفهمی؟ بله. کار رو میپرتویم. سلام مردم من آمدم همه مرا گوش کند یک چیز عجایب فهمیدم نرو رانو حمله که به اتوبوس کردن سببش این است ترک ها را و کرد ها را به هم جنگ انداختن اکنون گوش کنید که از همه زورترش است از کجا میدونم پیشتر هر آن چیزی که در رسانه ها نشان داده شده است یک به یک نوشتند ها به شما چی شد مرا گوش نمیکنید رانو کار رو میپرتوید چی این شوخی است بچه ها تعینات ممدو برآمده است به گریسون می رود. چی؟ من هم قرار دادم که با او می روم. التماس مرا از راهم نگردونید. فهمیدید؟ شما در گریسون چی کار میکنید اپای رانو؟ نمیدونم. فقط همینش را میدونم که باید در نزد ممدو باشم. وای این از کجا برآمد؟ التماس دیگر سوال نده. نمیدونم. اپا یک دقیقه ایستید اپا اپای رانو یک دقیقه ایستید آخر چی گپ شد التماس از پسم ندید اپای رانو آخر چی گپ شد تو مرا نمیفهمی اپا جای نفهمی ندارد خوشبختی از شما وابسته است کدامش که راست باشد همان را حل کنید لیکن التماس مرا هم گوش کنید نو یک خبری زور میکردم مملکت را به پای میخزانیم شما باشد دیگر این گپا به من تاثیر نمیکنند نمیخواهم که از همه آدم عزیزم رو از دست دهم تو میفهمی که دوست داشته رو از دست دادن این چی است مایلش قلبت چیزی که میخواد همون رو کن اپا جان فراموش نکنید من همه وقت با شما هستم هر وقتی که کمک لازم باشد به من گپ زنید خوب تشکر یوسف این رو فراموش نمیکنم
برای کار بچه ها. تشکر سردار. مایلش نیازی پیش از رفتن گپ میزم. مایلش سرکمیسر. چرا تا ابدون خیره؟ چرا خیره نباشد نیازی؟ سردار نجیب رفت، از رعنا جدا شدم. نگاه کن با من ناومد. زیغ نشه سرکمیسر، همش خوب میشود. گفتن آسان است نیازی. اکنون فهمیدم که چقدر او را دوست میداشتم. یعنی در استانبول یک دوست داشته داری؟ چی شد؟ با تو نمیرود؟ نیازی گپهایمون رو شونید با فکرم. این زن با من معقول نشد. کاری شما نباشد خانم. با سردارتون گپ زدنتون رو به یادتون میآورد. تو سردار رو ندیده ای؟ با تربیه شوی. با تربیه نشوم چی میشود؟ سرکمیسر خود رو به دست گیرید. خود رو به دست گیرم نیازی؟ تو انا همینجا آمد اکنون. از بالای شما شکایت میکنم. دیگر با وظیفه‌تون بر نمیگردید. با عقل شوید. شکایت کنی کرده انگیر است و میترسم. آروم شوید. زود از اینجا بر آمده روید. دیگر به اینجا بر نگردید. به مانند تو بر اینها در این وظیفه جایی ندارند. میدونی که به مانند شما بر اینها است. من جایی ندارم. راست میگوید. مرحمت حجتم. استعفا میکنم. با من خداحافظ. راحت شدی اکنون؟ با من چی خیل گپ زد؟ همه‌تون دیدید. من یگان چی ندیدم. شما دیدید بچه ها؟ ما ندیدیم. با کجا سرکمیسر؟ نمیدونم نیازی، نمیدونم. تماشابینان محترم، اتوبوسی که در کدیکو سوزاندن دعوایش زیاد شده ایستاده است. امروز یک ضدیت از پیشوای حزب دموکراتی ملتچی سرمد قهوه‌چی به وقوع پیوست. محترم سرمد قهوه‌چی مهمان امروزه ماست. محترم قهوه‌چی، درباره این موضوع چی میگویید؟ میبینیم که دولت با تروریست‌ها سر میز ملاقات می‌نشینند که این هیچ ممکن نیست عزیزم. در روز روشن در شهر کودکان رو می‌سوزند. تروریسم به شهر آمده است. تروریست‌ها در مرکز شهرند. این بازی با ما خیلی شناس است. جنگ داخلی می‌خواهند. ما این بازی را خیلی خوب می‌دانیم. نمی‌گذاریم که برادر را کشد. باید با دقت بود. فکرهامان را روی راست باید بیان کنیم و نگذاریم که آنها در کشور عزیزمان پهن شوند. تماشابینان محترم، بعد از رکلام برنامه‌مان رو دوام میدیم. مینیک، من از رفتار سرمد راضی نیستم. نه اونقدر سخت است. اگر همین خیل دوام کند یک طرف نقشه من فرو می رود. کوچه ها خاموش می شوند. چی گفتی؟ بجای و یکی از خودمان رو مانیم. با شما چه خیلی که معقول باشد جناب. چی شد مینیک؟ با تو این خیل غمگین بودن نمیزیبه. تنها یک رفتار بود. برایشی نمیفهمی. اگر مرا میکشت؟ میدونستم که نمیکشت مینیک. من تو را مگر میگذارم با مانند تو در ترکیه در دنیا کم پیدا میشود مینیک. اکنون خلاص یافتی نگذران مینیک. خلاص یافتم، لیکن به یکی دیگان چی نشد. او را از دست دادیم. چی شد؟ برای چی میخندید؟ جناب، یگید از ثابت پوستش را میکند. ثابت تقریبا 10 ساعت در دست یگید جان میدهد. این چی معنی دارد؟ نباشد از من بخبر یگان کار کردید؟ ایستید میبینید. با شما یک تحفه خوب کنیم گفتیم. آدمانی پست حریفا همشون رو یک با یک میکشم. او رو با اونها موفز میدیم همین خیلی. با مکانمون در آمدن 2 سال ما رو کشتن. جوابش رو نمیدیم. میدهیم خیری، البته جوابش را میدهیم. همین خیلی نیست ثابت؟ ثابت با تو چی شد ثابت؟ حالت بد است؟ ها؟ نه خوبم.
رفتیم از پی کار میشویم. کارمان را دوام میدهیم بچه ها. به خاطر آرمان های ملت دوام میدهیم. اوف، راه را قشایید آخیر. یک طرفیز برادر، یک طرفیز گفتم. یک طرفیز سراسی ما هستم، نمیبینی؟ با مانند شما در این وظیفه جایی ندارد. خطا کرده ای تو. لعنتی من جانم رو دادم برای وظیفه‌ام. یک پرس کنی؟ یک نگاه کن. یک فهم جانم رو برای این وظیفه داده ایم. زنی بشرم. من خیلی خوب میدونم تو رو کی به آنجا روان کرد. سردار گفته گذاشتن. یا توبه، استغفرالله، توبه. هی کن برادر، هی کن. اوف. مرا اکنون خوب گوش کنید. به شما گپ دارم. نقشه هایم را از نظر گذراندم. از نظر؟ بله. در جنگ داخلی قدم های خوشبختانه گذاشتیم. یگانه چیزی که پیشروی نیست این ضعیف بودن ملتچگی همان است. این را هم با پیشوای ملتچی سوی قصد کرده تاجمان را میبرداریم. حاضر اگر 2011 و 2013 را خلاص کردن خواهیم، اول باید همین سال را خوب گذرانیم. برای چی جناب؟ چون که امسال سال زنده ماندنمان است. اگر شمال را به پشتمان نگیریم 2011 و 2013 را فراموش کنید. بله. یگان کار کنیم نباشد. چی کار کنیم؟ اول برای محکم کردن دعوا بسیار چیز آماده کنیم. چی کاری که نکنیم باید به انتخابات درآییم. کم هم باشد باید یک قسمی انتخابات را گذرانیم. باز بوی این کار این دفعه بر وقتتر برآمد. باید در این کشور یک دادوایی شود. این خیلی باشد شرطهای جنگ داخلی را هم تیزتر کنیم. بله. چند وقت باز از رفتارهای این سرمد قهوه‌چی ملتچی راضی نیستم. خیلی سست است. او با ما همکاری کردن خوش ندارد. بله. برای همین او را کشته گناهش را به گروه کردها میپرتاییم. آنها هم قبول میکنند. همین طور هم ملتچی ها هم دوستان درون بودهشان به شکار کردها میبرایند. دوامش خودش میآید. در رسانه ها خبرها عوض میشوند. اکران های تلویزیون چند وقت بعد آماده بزمند. مایلش جناب، کی این کار را کنیم؟ پگاه، حتی امروز. برای چه انتظار شویم؟ مایلش جناب، من از پس کار می شوم. برادران کرد مرا نمی رنجانند، میدانید. پیکاس، تو هم با این کار باش. چه خیلی که میدانم در دستمان کردانی هستند که این کار را میکنند. هست جناب. آنها فرمان شما را انتظارند. تیاری ها هم تمام. با مینگ یک جای رفته این کار را حل کنید. حاضر جناب. مرا از نو زنده کردید جناب پیسگار. میبینید با چه خیلی نقشه ها عمل میکنم. به شما اثبات میکنم که آدمی عادی نیستم. ما از عهده‌اش میبرایم. سردارم، اکی صبحید. چی شد خیری؟ لیکن این رفتار با ما معقول نشد. خیری، این کار خیلی دوام کرد. جانمان را میدهیم اما این دفعه همشون را میکشیم. خیری، از مردن ترسی نیا. این دفعه کار خیلی جدی است. بلکه شاید دیگر بر نمیگردیم. گیرین را. میترسم، لیکن میروم. چخیلی که میگویند ترس عجل ندارد. آن سردارم. همین خیل نمیگم. همین خیل، لیکن باز گپ است که نگریختگی نامرد میگویند. این مقال ما نیست. اگر تو همین خیل مرد باشی میتوانی با ما نیایی. نه، من با شما میروم. با این یگان گپ نیافتم که جواب دهم. مایلش خیری، وقتی گپ گفتن نیست. با اداره پیسگار میرویم. راست از دری اساسی میدرایم. ایگه چی گفتی؟ اگر تو راضی باشی من راضیم آقای ثابت. اکی ثابت؟
ثابت تو بیماری مگر؟ باز چی شد؟ حالتان خوب نیست؟ به بیمارخانه بریم. نه خوبم. تنها سرم کمی چرخ زد. رفتیم اکنون کار رو با آخر رسونیم. ماشین رو آدم بر این های کن. از کجا میگیرن حجت رانندگی رو میخرن چی؟ خدایا توبه. تو خودت رو کشتن میخواهی؟ اگر این خیلی نیت داشته باشی رفته خودت رو از جری پرتو. اپا من چی گناه دارم؟ تو در چراغکی سرخ گذاشتی. من چراغکی سرخ رو نگذاشتم، فهمیدی؟ آبای چی شده باشد؟ برای چی ایستادند خدایا؟ یک دقیقه گوش کنی. بینه ده خودش در چراغکی سرخ گذاشت و من رو عیبدار میکند. شرم نمیکنی اپا؟ گپت رو دانستم، فهمیدی؟ من به تو اپا نیستم. باز اپا بوده. توبه از حد گذروندی اپا. کی از حد گذرون؟ من به تو چه بار گفتم که؟ رانو ممدو در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ، میگذاشتم جان رو دیدم. تو با کجایی خیلی؟ هیچ، همین خیلی میگذاشتم. با کجا؟ من با اونجا میرفتم. با نزدی من میومدی؟ نه، همین خیلی وقتی که میگذاشتم درویم گفتم. راه را چرا بند کرده؟ ما نگذاریم. یک دقیقه برادر، نمیبینی با خانم حرف زده ایستادم. حاضر وای من استعفا دادم. راست میگویی؟ برای چی؟ راست میگویی برای چی؟ برای ممدو من خطا کردم. براستی انتظار نبودم. تو مرا میبخشی؟ مایلش میفهمم، از تو خیلی چیزی مشکل خواستم، لیکن جدا شدن خیلی مشکل آمد. امروز باز یک بار فهمیدم که برای من جدا شدن خیلی مشکل می شود. برای من هم. من فهمیدم که از همه شخصی عزیزم این تو هستی ممدو. از کارم، از وظیفم، از همه چیز مهمتر تو هستی ممدو. اینها را از تو شنیدن خیلی خوب است. اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدونم. دو دیوانه یک جا شوان چی کار میکنن؟ نمیدونم. التماس دیگر هیچگاه جدا نشویم. غم نخور، دیگر هیچ وقت جدا نمیشویم. وعده میگیرم. لیکن در مابین راه هستیم، آدم ها رو ناراحت میکنیم. یک طرف سیم خوب میشود. بیا ماشین رو به یک طرف گیر. به یک طرف گیر که همه دو فیخون دارند. شد شده. حاضر برادر، حاضر. یک دقیقه. چیکار جمشید؟ خوبم جناب پیکس. بیستیم در همینجا؟ در همینجا، در پاسی ایستگاه اتوبوس. مرحمت. پیکس من با آنها گپ میزنم، زبانشان رو من میفهمم. مایلش کنی بینیم هنرت را. سلام با تو جنگاوری قهرمان. شما کیستید؟ مرا نشناختی مگر؟ چه خیلی می شود؟ برادرانتون ثبت نمایشم را بدون نشان ندادند. من مهمترین مسئله دعوای شما هستم، میفهمی؟ رئیسی در جزیره هست، من از همه دوستی نزدیکش هستم. دیروز با تو گپ زدم، سوختن اتوبوس رو میداند. او گفت که تبریکی مرا رسان. در حقیقت رئیس مرا میشناسد. چه خیلی نداند؟ تو بر این قهرمان را، تو بر این جسور را، با مانند تو مرد رو چه خیلی نداند؟ وقتی که گپ میزد صدایش میلرزید. این احوالت رو بین، برای مردم کرد عذابی کشیدت رو بین. تو بر این جوانان رو بینم از چشمانم اشک میریزد. میفهمی؟ نخود، مادام که اون در رو اینقدر خوب میشناسید، گوید مرا سرحد گذراند. پلیس در همه جا مرا میکوبد. التماس مرا از اینجا برید. چه خیلی باز بردن.
تو نو مبارزه را سر کرده ای، از این هم قدم های بزرگتر ماندن رو نمیخوای. نامت با مانند چه گواره میشود. ناترس نمیخوای که نامت در تاریخ ماند. راست گپ سردار از تو این را میخواهد. به اینجا برای همین آمدیم. راست میگویی؟ بله. سردار درباره من همین خیلی فکر میکند؟ تو را پیشوا انتخاب کردنیند، لیکن البته اگر از عهده کار برایی. البته میبرایم. بسیار خوب. اکنون چه خیل میشود؟ اکنون همین خیل میشود. قرار کار. تشکر سردار. نجیب سردار میآید. سردار شما در اینجا چیکار میکنید؟ میرویم نیازی. سردار ببخشید شخ شده مانده است. همه مرا گوش کند. هیچ کس به هیچ کجا نمیرود. تمام تعیینات هم من کرده شدند. من هم اکنون در سر وظیفه هستم. چی شد سردار نجیب؟ با من بیایید خانم سویلای. به شما یک چیز را نشان میدیم. مرحمت. به نزد زکی و یحیی میرویم. مرحمت. دارید. محترم دادستان. کجا شدید نجیب سردار؟ انا نواره که به شما گفته بودم محترم دادستان. مرحمت گذارید تماشا میکنیم. کمی بینیم چی بوده است. الپیر مرا گفته بود که کامیرا را تعمیر کنم. من هم با عاطف داده بودم. بله سردار به یادم اومد. من وقتی که ادوکات را آوردم عاطف در اتاق کامیرا را تعمیر میکرد. معلوم که تگمه صوت پخش شده بود. در این کار یعنی تجربه داری. اینه بینیده. ادوکات رو بینیده. هی بیناموس. تعیینات را کی باطل کرد سردار نجیب؟ این را شما قرار دادن نمیتوانید. من فرمان ندادم. قرار من است خانم سویلای. خوش آمدید محترم مدیر. خوش باشید. از این بعد سردار نجیب به وظیفه‌اش برگشت. دیگر بچه ها هم. دیدی نجیب مرا پرتفته رفتن میگفتی. دیدی در کنارت که ها هستند. اکنون دیگر پرتفته رفتن نمیشود. دیگر نشنوم. مالش محترم مدیر. من چیکار میکنم مدیر؟ قرار را سردار نجیب میدهد. شاید همچون جانشین در اینجا بودنتان را میخواهد. یعنی جانشین؟ البته جانشین. از این پس همراه کار میکنید خانم. از پس کارتون شوید سردار نجیب. اول ادوکات رو گرفته بیارید. اطاعت. قریب فراموش میکردم. خودم دادن میخواستم. خوش آمدی سردار نجیب. هزار شکر. همه را آماده کنه زود میبرایم. مالش سردار. کار ما را انتظار است. اینو دام پیکاس یک خبری مهم دارم. چی شد سویلای؟ سردار نجیب به وظیفه‌اش برگشت. دروغ نگو چه خیل میشود؟ در دستش نوارهای دارد که ادوکات سلیم را به پایان میپرتاید. مدیر کلی امنیت خودش برگردان.
فکر میکنم بابای هم از بالا فرمان دادند حالش همین خیل بود. این از کجا برآمد حاضر؟ بدی کار این که حاضر برای گرفتن ادوکات میروند. اگر دستگیر شود همه چیز را گپ میزند. پیکاس این کار را باید زود حل کنی. مایلش علاجش را میابم. باید دیگر خبر میدیم. مایلش مرا فهمیدی؟ این آدم دشمنی مردمی کرد است. مردن او معنای خلاص یافتن شما را دارد. به فکرم جناب سردار را سیاه نمی کنی. فهمیدم. کی اجرا کنیم؟ برای چی امروز نکنیم؟ برای چی انتظار شویم؟ جنگ انتظاری را دوست ندارد. دشمن هایت در کمینند، میفهمی؟ مایلش امروز اجرا میکنم. با سرش میپرانم و زمین میافتانم. سردارم آن در از پیشانی تو انمی خیلی بوسه میکند. اکنون مرد باش. خیریت که سب شده بود است. بله سردارم چیزی که شنیدم راست است. نمیبینیم اگر میندو؟ به هر حال فوتبال بازی نمیرویم. مثل که در خواب هستم. چی کار میکنیم؟ راگرد میرویم. پیکاس سردار نجیب راه برآمد. به سوی ادوکات میروند. مایلش من در نزد او تا آمدن آنها کارم را میکنم. دخترم فراموش نکن که در دوره پدرت هستی. مایلش جانم. اوه این چقدر ارمغان خوب جناب. ببخش به خبر آمدم. پیشتر شناس نشده بودید. این همسرم. خیلی شد. من هم. این هم دخترچه ما. ماشاءالله خیلی شیرین است. مرحمت شنید گذارید. به یک مصلحت آمدم. ما رویم نباشد. دادا کی به بخ میرویم؟ پا گاه میرویم دختر جانم. با امک کوبیلای باید یک مسئله را حل نماییم. مایلش دختری زیبایی. دادا جان. اوی جانکی من. دخترم ناز نکن. پدرت کار دارد نمیبینی مگر؟ با شما نزدیک میشویم. همتون با دقت باشید. ممدو و آقان در پشت رو میگیرند. دیگرها با من با در پیش. دقت کنید شهروندان را ضرر ندهیم. مایلش مایلش میرویم. من با قفو میروم سردار. مایلش تقسیم شوید. رفتیم بچه ها. ما با شما یک چند سوال داریم. تروریسم زیاد شده است. شما چه گفتنی ها دارید؟ سبب زیاد شدن تروریسم در چی باشه؟ آیا دولت چه چراها رو میاندازه؟ بعدتر روزنامه‌نگارها را جمع می‌آوریم رفیقان. در آنجا به همه سوالاتون جواب میدیم. با اجازت شما. جناب آخر سوالهای ما جواب نداده. جواب نمیدید. خود جواب بدید. حاضر جوابش میکنم ایسته. جواب بدید. جواب نمیدید. بایرگون چون نمیروم. در نزد مهمان عیب است دخترم. بعداً تو فراموش نکنید. شد دخترم شد گپ رو دراز نکن. برای شناس شدنم خیلی شدم. من هم روز بخیر. مرا ببخشید محترم پیکاس. مهم نیست. کودک است. شما را دوست می‌دارد. امی خیل التماس شنید. بله وای چی مسئله بود؟ برای یک مدت از ما دور شدنتان. چی خیل؟ ما خواستیم بار را برداریم اما بالا محکم است. سردارم
дар он тараф ҳам баромадгоҳ аст. ро кардед. рафтем. зуд. аз дари пеш метароем. ҳар касе ки аз наздамон барояд напурсида мепаронем бачаҳо. чӣ гуфтед? сардорам, ба худо аҳволи якай Собит хуб нест. нигоҳ кунед чӣ хел меларзад. Собит, ҳолат чӣ тавр аст? хубам. авзоям каме нороҳат аст. хайри, мошинро баргардон, ба беморхона намеравем. аввал онҳоро бояд кушем. ана баъд ба беморхона меравем. бо ин аҳвол намешавад, Собит. хайри, ҳар чизе ки мегӯям ҳамонро иҷро кун. майлаш. не хайри. ба назди писагор меравем. боварӣ дорӣ, Собит? ман хуб ҳастам. садои тирбӯи боруд бароям дору аст. чӣ шуд? хонум, биноро зуд тарк кунед. оча, инҳо кистанд? полис, духтарам, полис. рафтем. чӣ гуфтанатонро нафаҳмидам. муҳим нест. барои фикр кардан вақтат бисёр мешавад. исто. чӣ кор мекунӣ? илтимос напарон. یا خدایا این عجیب است. акаҷон, ба ҷои дӯстдоштаи писагор омадем. ҳозир мебинед, аз дари марг раҳо меёбем. аввал дар назди дарбудаҳоро мебардорем. чӣ ҳол дорӣ, хайри? ман омодаам, сардорам. ту чӣ, Собит? омодаам. доруҳоямро гирифте? гирифтем, магар фаромӯш мекунем. аз пикас хабар аст? ҳанӯз хабаре нест. бачаҳо, ҳарифон хеле зиёданд. ҳаққатонро ҳалол кунед. ҳалол мекунем, сардорам. ҳалол шавад игид. агар аз ин ҷо соҳу саломат набароем, пас дар қиёмат ҳам дӯстиву бародариро пос медорем. ман ҳам агар имрӯз ҷудо нашавем, иншоалло дигар ҳеҷ вақт ҷудо нахоҳем шуд. иншоалло. ин мошинро мебинӣ? мебинам. барои чӣ дар ин ҷо истодааст? намедонам. ман хабар медиҳам, меоям. интизор шав. сардорам, шуморо каме манъ мекунем. боз чӣ шуд? дар вай тараф як мошин аст, метавонад йигит бошад. йигит? набошад ин ҷо интизор мешавем. ана ба макони деводат расидем. рафтем, бачаҳо. рафтем, Собит, чӣ шуд ба ту? Собит, хез аз ҷоят. чӣ шуд ба ту? дар ҳақиқат онҳо чӣ меистед? паронед гуфтам. чӣ шуд, Собит? бо ман биё. паронед. оҳу меоям, ҳамаашон силоҳ доранд. мард бош, Собит, худатро ба даст гир. хез аз ҷоят. рафтем. игид олам бач. توجه دروغ جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک نونتون شکستگی مردم چی میگوین؟ همش نقص میشن خوشی جا ایش چیز دادا جان
توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالگرامادور را خریداری نمایید. گالگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالگراما ندارند صفت پست داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسک های گالگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردنی شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نمایم که اگر شما فروش دیسک های قلبکی یعنی به گالگراما را دیدید بی‌طرفی را اختیار نکرده و تشکیلات ها یا کمیته های دخلدار مراجعه نمایید.